اگه فکر میکنی چیزی نیست که بتونه بترسونتت، این 5 تا جای عجیب رو ببین. شاید نظرت عوض شد. 1. جزیره مارها، برزیل. ورود به این جزیره کاملا ممنوعه، چون در هر متر مربعش بین 1 تا 5 افعی کله نیزه‌ای وجود داره. مارهایی که زهرشون گوشت انسان رو ذوب میکنه. طبق شایعات، آخرین نگهبان فانوس دریایی این جزیره و خانواده‌اش همگی توسط مارها کشته شدن. 2. جزیره عروسک‌ها، مکزیک. یه جزیره متروکه داره که درختاش پر از عروسک‌های خراب و ترسناکه. صاحب جزیره میگفت نمیدونه اینا از کجا اومدن، تا اینکه چند روز بعد ناگهان سکته کرد و مرد. از اون موقع مردم میگن شبها صدای عجیب میاد و بعضی عروسک‌ها خودشون جابجا میشن. 3. آبشار خون، قطب جنوب. از دل یک یخچال قطبی آبشاری سرخ رنگ مثل خون فوران میکنه. سالها مردم فکر میکردن این مکان نفرین شده است، اما دانشمندها فهمیدن به خاطر خروج آب بسیار شور و غنی از آهن از دریاچه‌ای محبوس در زیر یخ‌هاست که در مجاورت هوا قرمز میشه. 4. پله‌های بهشت، هاوایی. 3309 سرد تا پله زنگ زده وسط کوه و مه که یه راست میره به آسمون. پله‌ها اونقدر خطرناک بودن که رفتن اونجا ممنوع شده، ولی بازم خیلی ها میرن و بعضیشون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. 5. نردبان آسمون، چین. یه کابل فلزی باریک داره که باید با قلاب ازش آویزون شی و بری بالا. حدود 1000 متر از زمین فاصله داره. کوچکترین اشتباه یعنی سقوط از ارتفاع مرگبار. اگه جرأتش رو داشتی، کدوم یکی رو انتخاب می‌کردی؟ کامنت کن.